پسرم برای من موجودی میگیری؟ رمزش هم 1314. 30 تومن داخلش بده. 30 میلیون؟ نه 30,000 تومن. آها خدا کریم. خانم شریفی 1000 بار گفتم توی فروشگاه خانزاد احترام برای همین مشتری یکسان. مشتری بالا شهری پایین شهری نداره. خودشلوارتون چنده؟ 3 میلیون. خانم شریفی این چه طرز برخورد با مشتریه؟ به همه مشتری‌ها با مهربونی و کامل توضیح میدم. اینو به تمام بچه‌ها میگی، به همه مشتری‌ها کامل توضیح میدم و با حالت مهربونی. چشم آقای خانزاد فهمیدم، ببخشید. خیلی خوب برو به کار برس. دخترم من دنبال کار میگردم، گفتم شاید به کارگر احتیاج داشته باشی. همه کار برات تو انجام میدم. بار سنگینی داشته باشی، کار جابجایی داشته باشی، من در خدمت تو هستم. اینجا جای شما نیست پیرمرد، برین خونه استراحت. چه خبره اینجا؟ هیچی پسرم، من دنبال کار میگردم. گفتم یه لقمه نونی برای زن بچم، گفتم شاید تو فروشگاه شما کاری برای من باشه. اتفاقا ما توی فروشگاهمون دنبال همچین آدمی بودیم. خانم شریفی آقا رو راهنمایی کنید سمت انبار. بفرمایید پدر. اما آقای خانزاد ایشون خیلی سنشون زیاده. بعضی وقتا خدا یه سری آدما رو سر راهمون قرار میده تا ببینه سفره‌مون چقدر بزرگه. حالا به کارتون برس. پسرم توقع نداشتم بهم کار بدی. خیلی ممنون. هیچ وقت از بنده خدا توقع نداشته باش پدر جان. تهش ناراحتی میشه. همیشه از خدا توقع کن که برات معجزه میکنه. خدا اینقدر بهت بده پسرم که نتونی جمع کنی. تشکر.